کلید اسرار. سلام بینندگان عزیز. در یک طرف روح انسانی مضطرب کسیه که دل به ایده های والا داده و زندگیش رو وقف اشاعه افکار روشنی کرده که از قلبش سرازیر میشه. او در واقع راهنمای صادقیه که مصمم در این راه بدون هیچ چشم داشتی با مشکلات روبرو بشه. در طرف مقابل آدم بدبختی هست که اعتقادی به ارزش‌های انسانی نداشته و هیچ حق و حقوقی برای کسی قائل نیست یا به رسمیت نمیشناسه. فقط امروز رو میبینه و غیر از لذت‌های مادی لذت دیگه ای رو نمیشناسه. فقط اسیر نفس خودش بوده و عاشق زرق و برق زندگیه. این بلای عبرت انگیز به سر شخصی میاد که همیشه به فکر کسب ثروت و زندگی راحته. به دوستاشم میگه دم رو غنیمت چمرید و زندگیتونو بکنید. وایسا چی داری میگی؟ لهش نکن. چی رو له نکنم؟ بردار بلند کن. چی میگی تو؟ ای مونکی چی شد؟ چیت شد ایمون ها؟ دنیا سرای انتقام صبر کن. چرا مورچمو له کردی؟ مورچمو له کردی؟ چی کارت کرده بود؟ واسه چی لهش کردی؟ اون حق زندگی نداره؟ تو رو یکی له کنه خوبه؟ شما رو یکی له کنه چی؟ ولی شما که مورچه نیستی. تو که یه مورچه نیستی ها؟ آقا آره بفرمایین نترسین، ضرری نمیرسونه. جمال ما پسر خوبیه. هیری پسرم 2 چایی بیار. برای جمالم چایی بریز. چای جمال چای اول بیا بشین اینجا ببینم. زود باش بگیر بشین. این جمال ما حرف نداره. مورد علاقه کسبه کوچه کتاب فروش هاست. راستش ما هم نفهمیدیم دیوونه است یا عاقل. سال هاست که اینجا میگرده. یه بار میبینی از هرچی عاقل تره، یه دفعه میبینی از هرچی دیوونه هم دیوونه تره. بالاخره ما نفهمیدیم ولی خیلی دوستش داریم، مگه نه؟ خب آقا عارف کتابو به کجا رسوندی؟ داره تموم میشه، رسیدم بخش آخر. پس تموم استاد. تحقیقاتی که سالها براش زحمت کشیدی معلومه که بالاخره به نتیجه میرسه. از حالا سراغشو میگیرن. چند ساله داری روش کار میکنی؟ 3-4 سالی میشه. زودتر تمومش کن، کتابتو تو ویترین مغازه ببینی. انشالله. من منتظر تو هم. به محض اینکه متن بیاری خودم برات چاپش میکنم. خودت فکر میکنی حدوداً کی میاریش؟ احتمالاً 3-4 روز دیگه. خب انشالله به سلامتی. از حالا فکر جلدش هم کردم. ببین یه جلد توسی با خط سبز، یا اینکه اصلا میدم یه گرافیست روش کار کنه. حتما خیلی هم قشنگ میشه. خیلی متنو که تحویل بدم کتاب چند روزه در میاد. در میاد کتابم در میاد. بالاخره همه چی از جیگرش در میاد. در میاد کتابم بالاخره در میاد. کتابم بالاخره در میاد. کتابم بالاخره در میاد. همه چی از جیگرش در میاد. حالا دیگه تا عصر همینو میگه. بالاخره همه چی از جیگرش در میاد. برایم از صحراها بگو، از گلهایی که توی کوها میرویند بگو، از گیاهان صحرای خوشبو، از محبتی که از لبخند کودکانه سرچشمه میگیرم، از انسان بودن، از شوق‌گزار بودن، از لذت توکل کردن، از عشق بزیستن. یکم هم استراحت کن، قهوه‌تو بخور. باشه هنوز تموم نشده؟ یکم مونده دیگه آخرشه. قهوه‌تو بخور سرد نشه. عارف چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ خودتو انقدر غرق کار کردی که انگار اینجا نیستی. معذرت میخوام. ازت میخوام حلالم کنی. میدونم که نمیتونم بهتون برسم. عذرمو قبول کنی.
تو نگران ما نباش. فقط بچه ها همش میپرسن این کتاب پدرمون کی تموم میشه. سلام مامان. سلام ما مامان. اومدیم. ببین بچه هم اومدن. سلام خوش مامان. اومدین بچه ها. خیلی ممنون. خسته نباشی بابا جون. مامان جون من خیلی گشنمه. باید فوراً یه چیزی بخورم. غذای خوشمزه که حاضره. بریم میزو زود بچینیم. میزو میشینیم. انقدر داد نزنین بچه ها، پدرتون داره کار میکنه. زود باشین بریم تو آشپزخونه. زود باشین ببینم برین. اینجوری حواس پدرتون رو پرت میکنین. 18 ماشین، 19 ماشین، 20 ماشین، 21 ماشین. اینجا ستاره نیست. چراغای اون ماشینا ستاره‌های دروغی هن. ستاره‌های دروغی. یا عالمه 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 یا عالمه. ستاره‌ها کجا؟ این بابا چشه دیوونه؟ با اونا چیکار کردی؟ ستاره‌ها تو آسمون نیستن. شماها اونا رو دزدیدین مگه نه؟ آنگاه به ستاره های درخشان آسمان خیره شد. هر کدام نور امیدی بودند، هر کدام آنها نماینده خورشید بودند. همینطور که به ستاره ها مینگریست دلش باز شد، انقدر باز شد که دیگر در کوچه و شهر و دنیا نمی گنجید. رفت بالا به میان ستاره ها. پس از توی آسمان نگاهی به دنیا کرد. دید دنیا مانند تخم گیاهی در انتظار جوانه زدن است و چون ستاره می درخشد. پایان! کتابم تموم شد. کتابم آماده. چی شده مرد؟ تموم شد زن. بیا برار، منتظر چی هستی؟ هی یلماس تویی؟ زود باش سوار شو برادر. نه من با اتوبوس میرم. ای بابا سوار شو، بیا دیگه بیا. باشه خیلی ممنون. دوست قدیمی تو فراموش کردی؟ ای بابا عجب روزایی با هم گذروندی. عجب روزایی بود. جوونی دیگه بر نمیگرده. ولی میدونی تو اصلا فرق نکردی. این اون وقتا ساکت آروم زندگی تو میکنی. چند سره ندیدمت؟ 5-6 سال پیش هم دیگه رو دیدیم. درسته. تا بگو ببینم چی کارا میکنی. هنوزم وضعت خوب نشده؟ دارم سعی میکنم یه کتاب منتشر کنم. هنوزم تو فکر این کارایی. اصلا فرق نکردی. بگری با منتشر کردن کتاب میتونی پول در بیاری. فقط از راههای درست ها. نه جونم تو عوض بشو نیستی. هنوزم از سر تا پا درستی و صداقت میریزه. عارف پاشای درست کار. بازم داری مسخره میکنی یلماس؟ به خودت نگیر جونم. مگه ما دوست نیستی؟ نمیشه باید شوخی کرد. هی داری چی کار میکنی؟ بیا اینجا. اگه این دفعه گیرت بیارم نشونت میدم دیوانه. خب ماشینی چیزی نخریدی؟ توانایی خریدش حتما یه آپارتمانی چیزی گرفتی؟ یا نکنه هنوز اجاره نشینی ها؟ اگه میگفتی خریدم تعجب میکردم. مردم چه پولایی که بالا نمیکشن و وقتا وایسادی تماشا میکنی. تو این زمونه باید زرنگ باشی رفیق. باید سیاست داشته باشی. پول در بیاد از هر جا باشه. یلماس میشه لطفا بحثو عوض کنی؟ زمان دانشگاه هم اینطوری بودی. اصلا فرقی نکردی. هنوز همون عارفی. 3 سال هم خونه بودیم. چند دفعه بهت گفتم پسر جون زندگی آدم با قلم زدن جور نمیشه. تمام نویسنده ها با سختی زندگی میکنن. همشون گرسنن. تو این زمونه همه به فکر پول در آوردنن. کتاب نوشتنم شد کار. یلماس خواهش میکنم باشه. چند دفعه اینو بهت گفتم. ببین رفیق عزیز، وقتی دیدی زمونه با راه نمیاد تو باید با زمونه راه بیای. چاره ای نداری، باید راه تو عوض کنی. باید یه کارایی بکنی. منظورمو که میفهمی. من نمیذارم لقمه حروم از گلوی بچه‌ام پایین بره. تو رو میشناسم. نمیذاری بخورن. زهرمارشون میکنی. تازه یه وقت تو شکمشون کر میذاره. یلماس بس کن دیگه. من واسه پسر یکی یه دونم هر کاری میکنم. اصلا ازش کم نمیذارم. هر چی میخواد میخرم. چرا براش نخرم؟ پول میخواد میدم. لباس میخواد میخرم. تو این زمونه باید بچه‌ها رو آزاد گذاشت جانم. باید هر طور دلش میخواد زندگی بکنه. آزادی جانم.
یلماز من همینجا پیاده میشم. خیلی خوب باشه. بالا کجا داری میری؟ میرم چاپخونه. میخوام کتابمو منتشر کنم. آره میدونم. داری میشی داستایفسکی. جنایت و مکافات. جنایتت کتاب نوشت، مکافاتت هم گشت موندن. اون وقت دیگه جواب سلام ما رم نمیدی. عارف توتار، نویسنده پرکار. چه هو قافیه دارم شو. توتار پرکار. از اینکه من تا اینجا رسوندی متشکرم. ای بابا این چرتیه، تو رفیق قدیمی من. یه سر به مغازم بزن، میدونی که کجاست باشه؟ بله میدونم باشه. عارف ببین جناب، حرفا با پشت گوش انداز. ما خودمون هفت خطیم، با درستی کار از پیش نمیره. مغز تو کار بنداز، تو هم یه ماشین لوکس بنداز زیر پات، یه خونه بخر، برو دنبال یه کاری که یه پولی گیرت بیاد. این زمونه که کتاب میخونه. یادت نره منتظرتم، بهم سر بزن. خیلی خوب باشه. ای بابا. بده دیگه آقا، بدش به من دیگه. زود باش بیا بریم. ای سلام جمال، حالت چطوره؟ خوبی؟ نون حروم بخوری از جون در میاد، از جون خودت در میاد، از جون بچه‌هات در میاد. کسی که به فکر خودش تو اون فرض میده در میاد بالاخره همه چی از جگرش در میاد. ای تو چی میگی جمال؟ در میاد بالاخره همه چی از جگرش در میاد. در میاد بالاخره همه چی از جگرش در میاد. در میاد بالاخره. گوش کن جناب وکیل، این حرف بی‌معنیه. یعنی چی که صبر کنم؟ مگه پول مفت دارم که بدم؟ یا اینجا مؤسسه خیریه است؟ بی خود دلت براش نسوزه. حکم بازداشتشو بگیر، پولو باید بده. باشه دیگه حرف نباشه. هر کاری میگم بکن، به گریهاش توجهی نکن. ای بابا، این عجب آدم نفهمی ها. چی بخوای؟ چیزم آقا یلماز اومدم پولمو بگیرم. برو بشین اونجا. چه پولی؟ پول یه مدتی که پیشتون کار کردم، مازه 20 روزمو میخوام. منو مسخره میکنی یا خودتو؟ تو اینجا برای من چی کار کردی؟ اومدی اینجا نشستی یکی دو تا کار کردی، تازه به اونام نمیشه گفت کار. خب خودتون اون کارو به محول کردی، منم انجام دادم، بابتش هیچ پولی نگرفتم. نه من پول مفت به کسی نمیدم، پول ندارم، صندوق خالیه. ولی گفته بودین میدین، من بدهکارم. به من چه که تو بدهکاری؟ آقا یلماز وضع مالیم خرابه، من از شما صدقه نمیخوام، من فقط حقمو میخوام. ای بابا بیا بگیر و برو، از اینجا برو، وقت سر کله زدن ندارم. این مزد من نیست، این پول 1/5 هم نیست. تماشاش کن، پولم میدیم و قبول نداره. زود از اینجا برو، پولتو که گرفتی. لطفا حقمو بده. گفتم برو دیگه، برو. خوردن حق بندگان خدا حرومه، لطفا حقمو بده. خیلی رو تو زیاد کردی، برو زود باش. ای بابا الو توی خانم، چی کار داری؟ چی؟ واسه همین زنگ زدی؟ گیر دادی به بچه ها؟ کجا رو داره که بره؟ حتما با دوستاش رفته گردش. بچه رو بذار به حال خودش، بذار زندگیشو بکنه. چیزیش نمیشه، واسه اینجور چیزا به من زنگ نزن. زده به سرش. بفرما برادر. ممنون. چقدر بدهکار شدم؟ 30 میلیون لیر. نه. ای بابا 500 اضافه کم دارم، میشه همینقدر بدم؟ همین کافیه، قابلی نداره. حلالم کن جوون. حلالت کردم آقا. عصر بخیر. عصر بخیر آقا. خداحافظ. ای آقا یه لحظه چی شد آقا؟ چی شده ها؟ معدم معده؟ معدم آخ
هی وایسین وایسین کیف ما بدین وایسین وایسین کیفم وایسین داداش دو تا جوان ندیدین که یک کیف تو دستشون باشه؟ ها؟ کدوم طرف رفتن؟ اون طرفی رفت. خدایا تمام نوشته هم رفت. نوشته هایی که سالها براشون زحمت کشیده بودم. بدبخت شدم خدایا. کتابم خدایا حالا من چی کار کنم؟ بیچاره خیلی جوان بود، بیچاره حیف شد. چطوری شد؟ یه دفعه پرید جلو ماشین. داشت میدوید انگار از چیزی فرار میکرد. بیچاره قیافش و اشخاص کیه؟ نمیدونم. مرده مگه نه؟ حتما مگه نمیبینی؟ بیچاره مرده. جوان بود. خدا به خانواده‌اش صبر بده. از رو کارتش به خانواده‌اش خبر داره. داغون شده بدبخت. پسرم عزیزم پدرشه درشم اومد. پسرم چه شده؟ جلوی ماشین آروم باشین آقا آروم باشین آقا. چشماتو باز کن چشماتو باز کن نونه حروم بخوری از جونت در میاد، از جون خودت هم در نیاد، از جون بچه ها در میاد. کسی که به فکر خودشه تو اون پس میده. در میاد در میاد در میاد، بالاخره همه چی از جیگرش در میاد. در میاد در میاد، بالاخره همه چی از جیگرش در میاد. در میاد در میاد در میاد، بالاخره همه چی از جیگرش در میاد. بینندگان عزیز، واقعا گول خوردیم. فکر کردیم این دنیا دائمیه. با همین تصور زندگی کردیم و سرانجام باختیم. بله، زندگی مثل خوابه، مثل خوابی که گذشت. این عمر بی ثمر مثل رودخانه جاری میشه و میگذره. به این دنیای فانی دل بستن به معنی پریشانی روح و از دست دادن خلق و خوی انسانی و پوسیدگی انسان از درونه. دل بستن به زندگی دنیوی آدمو بیمار میکنه. اقوام و مردمان مبتلا به این بیماری رو در صفحات خاک خورده تاریخ میبینیم، ولی پند نمیگیریم و ادامه میدیم، در حالی که تنها چیزی که ما رو تا ابد پایدار نگه میداره ارزش‌های انسانی